با سلام خدمت دوستان و همراهان گرامی. به باغبانی مدرن خوش اومدین. من جواد قلی‌زاده‌ام با کانال باغبانی مدرن در خدمت شما هستم. امروز 10 شهریور 1403. دوستان عزیز، تو این هفته‌های گذشته تماس‌های خیلی زیادی از نقاط مختلف کشور داشتم و اکثرا هم شکایت داشتن و میگفتن در طول 2-3 هفته تمام برگ‌های درختای گردوی ما خشک شدن و خیلی هم نگران این قضیه بودن. به خاطر همین قضیه من تصمیم گرفتم این برنامه رو ضبط کنم و توضیحات لازم خدمت شما عرض بکنم که این خشکی برگ‌ها ناشی از چه چیزیه و به چه صورت بتونین این مشکلات رو حل بکنین. متاسفانه تو این سالها وقتی یک بیماری یا یک اتفاقی میفته، کودفروش ها تلاش میکنن کودهاشون رو به فروش برسونن و سمفروش ها هم تلاش میکنن سمهاشون رو بفروشن، ولی اصل قضیه این نیست. شاید با کوچکترین حرکت، با کوچکترین عملیاتی بتونین این مشکلات حل کنین، ولی خیلی از آدم های سودجو هستن که همین که مراجعه میکنی و یک مشکلی رو مطرح میکنی تلاش میکنن تعداد زیادی کود، تعداد زیادی سم تجویز کنن تا مثلا این مشکل حل کنن و هزینه های بسیار زیادی روی دست باغدارا میذارن. دوستان، معمولا این بیماری که خدمت شما میگم در اواخر مرداد و یا اوایل شهریور کاملا خودشو نشون میده و تمام برگ درختان رو به خشکی میره. تقریبا در عرض 2 هفته برگ درختان از حاشیه‌های بیرونی شروع میکنه به خشک شدن و نصف برگ یا تمام برگ خشک میشه. دوستان، این بیماری اسمش هست بیماری قارچی بلایت. یک نوع باکتریه که این بیماری قارچی بلایت ایجاد میکنه. این بیماری منشأش از روز اول بهار تقریبا شروع میشه. من ابتدا کامل توضیح بدم از کجا شروع میشه به کجا میرسه و علائمش چی هست. علائم این بیماری اگه دقت کنین، اوایلی که میخواد این بیماری شروع بشه روی سطح برگ درخت نقطه های تیره رنگ شروع میشه و این نقطه های تیره عریض‌تر میشه و این نقاط خشک میشه و این سطح برگ کم کم خشکیش بیشتر احساس میشه تا اینکه نصف برگ یا کل برگ خشک میشه و روی میوه های گردو هم نقاط سیاه رنگ و یا نقاط تیره دیده میشه که نشانه این بیماری هست. خب دوستان عزیز، این بیماری معمولاً از اول تورم جوانه ها شروع میشه، یعنی روی جوانه ها شروع به رشد میکنه و همراه با رشد کردن جوانه ها و تشکیل میوه در بین این جوانه ها و میوه ها زندگی میکنه تا اینکه در اواخر فصل تابستان طغیان میکنه. برای اینکه با این بیماری بتونین مبارزه کنین، روش‌های خیلی ساده و کم هزینه هست که خدمت شما عرض میکنم. هر جا نوع بیماری به قارچ ارتباط داره حتما باید از سمومی که شامل عناصر مس دارن باید استفاده بکنیم. شما بیماری های قارچی دیگه معمولا از بردو، اکسیکلرومس و از این سمومی استفاده میکنین که مس داشته باشه. بهترین روش مبارزه با این بیماری قارچی اول تورم جوانه ها مانکازو به اضافه مس درخت رو سمپاشی بکنین. بعد از تورم جوانه ها یک مرحله دیگه به همین صورت سمپاشی میکنین و یک مرحله هم در زمان تشکیل میوه. 3 مرحله تا اینجا شد و بعد از تشکیل میوه دوباره با مانکازو به اضافه مس یک بار دیگه سمپاشی میکنین، چون اول شروع بیماری شما بیشتر بیماری رو کنترل میکنین و از بین میبرین و در
پاییز بعد از ریزش حدود 70% از برگ ها یک مرحله هم اونجا میتونین با سمومی مثل بردو، مثل اکسیکلرومس یک مرحله هم اونجا سمپاشی کنین. اگه در طول 1 سال 2 سال پیاپی به این صورت سمپاشی بکنین، این بیماری رو ریشه کن میکنین، چون واقعا این بیماری باعث میشه که ابتدا برگا خشک بشه، روی میوه ها به شدت تاثیر میذاره و لکه های سیاه رنگ روی میوه ها ایجاد میشه و خیلی از میوه ها ریزش پیدا میکنه و اگه این بیماری ادامه پیدا بکنه درخت شما کاملا خشک میشه. در طول همین 1-2 روز هفته چند نفر تماس گرفتن، گفتن مهندس به داد ما برسین. در طول 2 هفته که من باغ سر نزدم، بعد 2 هفته اومدم، یک دفعه تمام برگ های درخت گردوی ما خشک شده. چون اطلاع نداشت فکر میکرد کل درخت خشک شده. راهنمایی کردم، گفتم این بیماری بلایت مشکلی نداره، ولی به این صورت حتما باید جلوی بیماری رو بگیرین. الان داخل این باغ که دارم فیلم ضبط میکنم، پشت سر من کاملا این بیماری مشخصه. تقریبا تمام درختای این باغ این بیماری رو گرفتن. همینجا هم یک نکته رو خدمت شما توضیح بدم. گردوی رقم چندلر به این بیماری بسیار مقاومه. من نمونه هایی از این گردوی چندلر و محلی کنار هم دارم، اون هم توی یک فیلم جدا ضبط میکنم، خدمت شما نشون میدم که بدونین رقم های مقاوم اگه استفاده بکنین خیلی بهتر از اینه که از رقم های ضعیف استفاده کنین و بخواین اونا رو درمان بکنین. خب دوستان، بریم از نزدیک برگ هایی که به این بیماری دچار شدن و میوه هایی که بر اثر این بیماری تیره رنگ شدن و از نزدیک ببینیم و توضیحات کاملتر اونجا خدمت شما عرض میکنم. تقریبا این منطقه‌ای که من دارم فیلم ضبط میکنم تمام درختها این بیماری رو گرفتن بجز رقم چندلر، اونم تو یک فیلم دیگه کاملا خدمت شما توضیح میدم. خب بریم اینجا حالا از نزدیک ببینیم این شرایط درختها رو که به چه صورت این بیماری روی این گردوها اثر گذاشت. این یک نمونه درخته، چون پایین دسته و به راحتی هم برگا هم میوه ها دیده میشه. روی این درخت من خدمت شما این توضیحات بدم و درختای دیگر هم نشون بدم. دوستان ملاحظه کنید تمام این برگ ها به این صورت خشک شدن. خب دوستان، این برگایی که ملاحظه میکنین دور تا دور کامل خشک شده یا کل برگ به این صورت خشک شده، این نشانه های قارچ بلایته. وقتی بیماری میخواد شروع بشه، من روی این برگ خدمت شما کامل نشون بدم. روی این برگا رو دقت کنید. وقتی بیماری تازه میخواد شروع بشه، به این صورت لکه های قهوه‌ای رو برگ ایجاد میشه، به این صورت، و این لکه ها کم کم زیاد میشه تا اینکه کل درخت رو در بر میگیره و برگ ها به این صورت کاملا خشک میشن. دقت کنید اینجا رو. شما اگه این نشانه های قهوه‌ای رو اول شروع این بیماری دیدین و اونجا خواستین مبارزه کنین، خیلی کارتون راحت تره. دوستان، یکی از مشخصه های بد این بیماری قارچی سرعت انتشار اونه. یعنی به سرعت منتشر میشه و از این درخت به درخت دیگه و از یک باغ به باغ دیگه منتشر میشه و سریع همه جا رو آلوده میکنه. سرعت انتشارش به قدری زیاده که در طول 2 هفته میتونه یک منطقه بزرگ در بر بگیره. شما دقت کنید هر چقدر تو این منطقه گردو وجود داره همشون آلوده به این بیماری شدن. دلیلش هم اینه که سرعت انتشار این بیماری قارچی به شدت زیاده. هر بیماری یک مشخصه‌ای داره. این بیماری قارچی بلایت هم
همین سرعت انتشارش که سریع منتشر پیدا میکنه و به این صورت تمام درختها رو درگیر میکنه و اثرات بسیار مخرب و بدی روی درختان میذاره. دقت کنید شما تمام این گردوها آسیب دیدن. خب دوستان اینجا برگا رو دقت کنیم به چه صورت دور تا دور برگا تیره شده، خشک شده و حتی کل برگ رو به خشکی رفته و این هم میوه ها بر اثر این بیماری کاملا میوه تیره شده و از بین رفته. کل درخت و این بیماری در بر گرفته و خیلی از برگ ها خشک شدن یا نصف برگ ها از بین رفتن. اینجا رو ملاحظه کنید کامل این برگ ها خشک شدن و یا به این صورت میوه به این صورت تبدیل شده. این یکی از میوه ها کاملا نشانه های سیاه رنگ روی میوه دیده میشه. اگه سال به سال این بیماری روی درخت بمونه و ما هیچ کاری نکنیم کم کم درخت ما کامل خشک میشه. پس هنوز زوده، باید اون سموم لازمه بزنیم و این بیماری رو کنترل بکنیم. خدمت شما عرض کردم بیماری های قارچی یکی از مهمترین سمومش مس هست. هر سمی حاوی مس باشه دیگه اون تاثیرش میذاره. اینجا دقت کنید میوه کاملا خشک شده به این صورت. تقریبا تمام درخت های این باغ همین وضع داره. شما حساب کنین یک باغدار در طول سال این همه زحمت میکشه، در عرض 1 سال یا 2 سال کل میوه یا کل درختاش از بین میره. دقت کنید این یک درخته کاملا شاخهاش از بین رفته، این شاخه فقط چند تا برگ مونده که اینم به این صورته، شاخه های بالا به همین صورت، این درخت به این صورت. دقت کنید ابتدای شروع بیماری این برگ ملاحظه کنید دوستان، قشنگ این برگ ملاحظه کنید. ابتدای شروع بیماری این لکه های ریز ایجاد میشه، بعد این لکه های قهوه‌ای هی زیاد میشن تا که کل درخت رو از بین میبرن. تمام این درخت ها به همین صورت بر اثر این بیماری از بین رفته. دقت کنید اینجا روی گردو کاملا لکه‌های قهوه‌ای مشخصه، این میوهش اینجا و اینجا. این لکه‌های سیاه رنگی که مشاهده میکنین بر اثر این بیماری ایجاد شده. تقریبا بیشتر میوه های امسال به این صورت از بین میره و از سالهای آینده هم جوانها دچار مشکل میشن که تشکیل میوه نمیدن و هم کل درخت درگیر این بیماری میشه و کم کم خشک میشه. بریم گردوهای بعدی هم از نزدیک ببینیم. تقریبا تمام درختها به این صورت این بیماری رو گرفته و به شدت درختها ضعیف شدن و رو به خشکی میرن. یکی از دلایل این بیماری ضعف درخته، چون تو این سالها واقعا به شدت درختها ضعیف شدن به خاطر بی‌آبی، به خاطر تنش‌های آبی که توی تابستون وارد میشه. شما دقت کنین این زمینو تو دل تابستون کاملا خشکه. از صاحبش هم پرسیدم میگه تو تابستون اصلا آبی نبود که ما آب بدیم. حالا دقت کنید تمام درختاش دچار این بیماری شده. یک باغ بزرگ گردو یک دونه درخت سالم پیدا نمی کنید. برگا رو دقت کنید
کاملا این برگ ها خشک شدن. دوستان اگه امسال این بیماری کنترل نشه، از اول بهار سال آینده دوباره شروع به طغیان میکنه، چون بین همین برگ ها، بین شاخه ها این قارچ زندگی میکنه، دوباره اول بهار شروع به زندگی میکنه. پس دقت کنیم که بیماری رو باید از یک جایی کنترل بکنیم. اگه کنترل نکنیم این مشکل پیش میاد و درختای ما کم کم ضعیف و ضعیفتر میشه و در نهایت رو به خشکی میرن. دقت کنین این شاخه دیگه سر شاخه هاش خشک شدن، فقط دلیلش هم همین بیماریه. تمام درختها دچار این بیماری شدن. باغ بی این بزرگی، این همه درخت، با اینکه کلی میوه روی درختها وجود داره، بازم هیچ کاری نکرده باغدار. دقت کنید اینا رو، کاملا خشک شدن. بریم درختای بعدی رو هم نگاه کنید، چون اگه این بیماری تو یک نقطه شروع بشه سریع انتشار پیدا میکنه. یکی از مشخصه های خیلی مهم این بیماری، سرایت بیماری با سرعت بسیار زیاده. این اطراف تمام گردوها دچار این بیماری شدن، به شدت سرایت میکنه و سرعت انتشارش هم خیلی زیاده. اگه یک باغ اینو کنترل نکنه و شروع به این بیماری بکنه، کل باغ آلوده میشه و باغهای اطراف. شما دقت کنید تمام این گردوها این بیماری رو دارن. دقت کنید تمام این گردوها دچار این بیماری شدن و دارن خشک میشن. بریم این گردوها رو هم ببینید از نزدیک، چون اگه تو یک نقطه این بیماری شروع بشه به سرعت تمام درختان این بیماری میگیرن و آلوده میشن. برگا رو دقت کنید تمام برگا خشک شد. در کنار این گردو درخت گلابی، انگور و آلو هست. هیچ اتفاقی برای این درختها پیش نیومده، چون این بیماری مخصوص گردویه. این شابلون همینطور که ملاحظه میکنید شابلون سالم اینجا، بیماری رو نداره و اینم میوه هاش، ولی گردوها همه آلوده شدن و بیمار شدن. دقت کنید